توی ذهن هر کودک ایرانی وقتی برای اولین بار توی مدرسه نقشه هخامنشیان رو می‌بینه، همزمان یه حس غرور و غم نقش می‌بنده. غرور از این که اجداد ما چقدر قدرتمند بودن و سرزمین ما چقدر وسیع بود و غم از این که چه بلایی سر ایران عزیزتر از جونمون اومد که اینقدر کوچیک و در اون لحظه است که یک آرزو تو دل همه ما نقش بست که ای کاش بشه روزی همه مرزهایی که از ایران جدا شدن رو به ایران برگردونیم. احتمالاً همین حالا هم یه نقشه از ایران بزرگ تو ذهنتون نقش بسته. این حس مشترک و ذهنیت مشترک بین همه ما ایرانی‌های وطن دوسته. ولی بیایم به طور دقیق‌تر ببینیم که معنای ایران بزرگ به صورت خاص به چه معناست. اگه به نقشه‌های ایران در سلسله‌های مختلف نگاه کنیم و اونها رو روی هم بندازیم، متوجه میشیم که تقریباً مرزهای تمام حکومت‌های ایران تا حد زیادی با هم همپوشانی دارن. یعنی اگه بخوایم از غرب شروع کنیم، مرزهای ایران همواره از رود فرات و مدیترانه در ترکیه و سوریه شروع می‌شده و از مرکز آناتولی به دریای سیاه می‌رسیده و شامل کل قفقاز و داغستان روسیه می‌شده. از جنوب هم تمامی حاشیه دریای عمان و خلیج فارس رو در بر می‌گرفته و در شرق هم مرزهای ایران رو رود سند در پاکستان امروزی تعریف می‌کرده و در شمال شرقی هم رود سیحون مرزهای ایران رو به پایان می‌رسونده. که این مفهوم بیشترین شباهت رو به مرزهای سلسله ساسانیان داره. البته مشخصاً در دوره‌های سلسله‌های مختلف این مرزها کمی با هم تفاوت داشتن و حتی در چندین دوره ایران بین چند حکومت مختلف ایرانی تقسیم شده بود. ولی در کل تمامی مردمی که در این جغرافیا زندگی می‌کردند به خودشون ایرانی می‌گفتن و هر حاکمی هم در این مناطق تاجگذاری می‌کرد خودش رو شاهنشاه ایران معرفی می‌کرد و ادعای حکومت بر تمامی مناطقی که گفتیم رو داشت و برای کنترل این مناطق تلاش میکرد. حتی ممکن بود سلسله‌هایی هم که ایرانی تبار نبودن هم برای حکومت به این مرزها خودشون رو شاهنشاه ایران بنامند. برای این مثال سلجوقیان که اصالتاً اهل صحراهای آسیای میانه بودند، رفته رفته وارد ایران شدند و بعد از چند نسل هم تونستن حکومت رو به دست بگیرن. ولی نکته جالب اینه که سلاطین سلجوقی با نام ایران تاجگذاری میکردند و هیچ اشاره به ریشه‌های غیر ایرانی خودشون نمی‌کردند. برای مثال آلپرسلان دلاور که قدرتمندترین پادشاه سلسله سلجوقی بود، در کتیبه‌ای در سوریه امروزی خودش رو خسرو ایران معرفی می‌کنه. حالا بیایم با هم ببینیم که این ایران بزرگ که ما راجعش صحبت می‌کنیم دقیقاً کجاست. به طور خلاصه ایران بزرگ به نسخه‌ای از ایران گفته میشه که در اون مرزهای تاریخی و فرهنگی و سیاسی ایران با هم همپوشانی داشته باشند. این سرزمین شامل بخشی یا تمامی کشورهای زیره: ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، داغستان روسیه، چچن روسیه و چند جمهوری کوچک دیگه در قفقاز، گرجستان، جمهوری باکو، ارمنستان، ترکیه، عراق، سوریه، کویت، امارات، بخشای شیعه نشین شمال عربستان و بحرین، قطر و بخشای ساحلی عمان. سرزمینی که از مرزهای چین تا مدیترانه و از خلیج فارس تا روسیه میتونه نقش همیشگی خودش رو به عنوان مرکز تجارت جهان و مالک اصلی جاده ابریشم ایفا کنه و سود هنگفتی را از طریق ترانزیت کالا بین شرق و غرب و شمال و جنوب جهان کسب کنه و به عنوان مرکز تجاری جهان به امن‌ترین کشور جهان تبدیل بشه، چون که در اون صورت همه برای امنیت تجاری خودشون به امن بودن ایران نیاز دارن. علاوه بر اون خیلی از اقوامی که ریشه‌های ایرانی دارند ولی الان توی ایران زندگی نمی‌کنند به سرزمین مادری خودشون برمیگردن. اقوامی مثل اوستیایی‌ها، زازاها، تاجیک‌ها، پامیری‌ها و خیلی دیگه از اقوام ایرانی که شاید تا حالا اسمشون رو هم نشنیده باشیم. جمعیت فعلی اقوام ایرانی تبار در حال حاضر در سرتاسر جهان به حدود 300 میلیون ایرانی تبار میرسه که در صورت احیای ایران بزرگ ایران رو تبدیل به چهارمین کشور پرجمعیت جهان بعد از ایالات متحده میکنه. علاوه بر اون این سرزمین از لحاظ منابع طبیعی و ذخایر انرژی رتبه نخست در دنیا رو پیدا میکنه و با سرمایه‌گذاری درست توی حوزه‌های صنعتی نظامی ایران رو به ابرقدرت بلامنازع جهان تبدیل میکنه. ریشه این تفکر رو باید در روزهای غمگین جنگ‌های ایران و عثمانی، جنگ‌های ایران و بریتانیا و جنگ‌های ایران و روسیه جستجو کرد.
دورانی که با وجود سلحشوری‌های ایرانی‌ها و جان‌هایی که فدای وطن شد، به دلیل بی‌کفایتی برخی از شاهان ایران، مخصوصاً در دوران صفویه و قاجار و همچنین شرایط سیاسی جهان که کمر همت به نابودی ایران بسته بود و ایران تنها و بدون هیچ دوستی در حال نابود شدن بود، 2/3 مرزهای باستانی خودش را از هر 4 طرف از دست داد و مرزهای ایران از سوریه به کردستان، از داغستان به آذربایجان، از ازبکستان به خراسان و از سند به سیستان و بلوچستان مجبور به عقب نشستن شد. نقشه ایران که روزی مانند یک شیر قران بود، تبدیل به یک شیر در قفس شد. با احیا شدن ملیگرایی ایرانی در اواخر دوران قاجار، بر روی کار اومدن حکومت پهلوی، تفکر احیای مرزهای گذشته در دل جوانان و روشنفکرهای ایرانی جرقه زد. ولی ضعیف بودن ارتش ایران و مشکلات داخلی و وجود دو ابرقدرت در مرزهای ایران این رویا رو صرفاً در حد رویا باقی گذاشت. در همین راستا در دوران حکومت پهلوی جریانی با عنوان حزب پان ایرانیست تلاش کرد تا این هدف رو تا جای ممکن پیش ببره که اگه دوست دارید توی برنامه‌های بعدی راجع به این حزب بیشتر صحبت کنیم، حتما توی بخش کامنت ها با ما در میون بذارید. قبل از اینکه به ادامه برنامه گوش بدین، میخوام بدونین که برای ساخت این برنامه کلی انرژی و وقت صرف شده و لایک و سابسکرایب های شما به ما برای در رفتن خستگیمون خیلی کمک میکنه. پیشاپیش از حمایت شما ممنونم. البته شاید به اشتباه فکر کنیم که این تفکر یک تفکر خودخواهانه از سوی ایرانی‌ها باشه برای گسترش مرزهای ایران. ولی این داستان مربوط به اقوام ایرانی خارج از مرزهای ایران امروزی هم میشه که وظیفه نجات اونها به عهده ماست. در یک کلام، هیچ کدوم از مناطقی که از ایران جدا شدن تا همین امروز یک روز هم رنگ آرامش رو ندیدن و در خیلی از مواقع هم با هم درگیر شدن. برای مثال، حملات شوروی و آمریکا به افغانستان و نابودی افغانستان با میلیون‌ها کشته واضح‌ترین مورد از این ماجراست. ولی این تنها مورد نیست. کردها حدود 100 ساله که در عراق و ترکیه و سوریه دارن برای پیوستن دوباره به ایران یا استقلال خودشون تلاش میکنن و همین عشق به ایران باعث کشتار بیرحمانه کردها در ترکیه و بمباران شیمیایی کردها در عراق توسط صدام شد. از طرف دیگه جمهوری باکو و ارمنستان سالهاست دارن با هم می‌جنگن و ایرانی تباران بحرین در زندان‌ها در حال شکنجه شدن هستند. عراق و پاکستان هم سالهاست درگیر جنگ‌های متعدد هستند و مردم زیادی در این جنگ‌ها کشته شدند. و خلاصه هیچ کدوم از این مناطق بعد از جدایی از ایران حتی برای یک لحظه رنگ آرامش رو ندیدن و با اونها دقیقاً مثل کودکان یتیم رفتار شد. ولی احیای این مرزها اصلا کار ساده‌ای نیست. جهان صحنه سیاسته و سیاست هیچ دوست و دشمنی نمیشناسه و باید بدونیم که هیچ کشوری در جهان احیای ایران بزرگ را نمیخواد و ما تو این مسیر تنهاییم. و مخصوصاً خیلی ساده لوحان است که تو دنیایی که قانون جنگل حاکمه انتظار کمک از کسایی داشته باشیم که کشورمون رو تجزیه کردن. حالا سوالی که برای ما پیش میاد اینه که ما برای احیای ایران بزرگ باید چیکار بکنیم؟ ما برای احیای این سرزمین نیاز به اتحاد درونی توی کشورمون داریم و باید توان اقتصادی و نظامی خودمون رو تا حد ممکن بالا ببریم. باید یادمون باشه که هیچ کس دوست نداره که به یک کشور ضعیف ضمیمه بشه. علاوه بر اون، هممون باید فداکاری کنیم و اختلافاتمون رو با هم کنار بذاریم. و یادمون باشه که ایران خانه همه ماست و قدرت ایران قدرت همه ماست و نابودی ایران نابودی همه ماست و هیچ کس برای ایران دلش نمیسوزه و هر خارجی هم که این حرف رو زد بدونید قطعا داره دروغ میگه. ایران تنها کشوری در تاریخ جهانه که حتی یک متحد هم نداشته و نخواهد داشت و ما ایرانی ها فقط خودمون رو داریم و هر کسی جز این گفت بدونید قطعا ایرانی نیست.